سلام. توی این ویدیو قصد داریم خدمات سئو مجموعه استاد سئو رو به شما معرفی کنیم. استاد سئو بیش از 10 ساله که به صورت تخصصی روی خدمات وردپرس فعالیت میکنه و فقط ما سایت های وردپرسی رو سئو میکنیم. وقتی شما یک سایتی دارید برای رسیدن به رتبه های برتر گوگل و فروش نیاز به سئو دارید. اما مجموعه ما به چه صورتی خدمات سئوش رو ارائه میده؟ ما یک جلسه حضوری با کارفرما میذاریم و توی اون جلسه کلمه های کلیدی که مد نظر کارفرما هست رو استخراج میکنیم. قطعا کارفرما یک دیدی به کسب و کار خودش داره و یک سری کلمه ها تو ذهنش هستن. اون کلمه ها رو از کارفرما میگیریم، خودمون هم به صورت تخصصی یک کیورد ریسرچ انجام میدیم و این دو رو با هم دیگه ادغام میکنیم. برای ما کلمه های کلیدی به دو دسته تقسیم میشن. کلمه های کلیدی که برای کارفرمای ما میفروشن اصطلاحاً کلمه های ترانزکشنال هستن و کلمه های کلیدی که اینفورمیشنال و اطلاعاتی هستن. ما بیشتر تمرکزمون روی کلمه های ترانزکشنال میذاریم تو مرحله اول تا کارفرما تو طول مسیر سئو بتونه از سایتش هم درآمد داشته باشه. بعد با کلمه های اینفورمیشنال این کلمه های ترانزکشنال که برای فروش بودن رو تقویت میکنیم. وقتی شما سایتتون رو به ما میسپارید امکان این وجود داره که شما قبل از ما هم سئو کاری داشته باشید و سئو کار روی سایت شما فعالیتی کرده باشه یا نه سالیان سال سایت شما بدون هدف مشخص سئویی رها شده باشه. ما ابتدا مبحث تکنیکال سایت شما رو بررسی میکنیم. مورد تکنیکال توی سایت ها بسیار مهمه. پس در مرحله اول سئو تکنیکال شما باید به نحو احسن کار بکنه. مواردی مثل کرال باجت، نرخ خزش و مواردی مثل ریدایرکت چین، مباحث استراکچر دیتا، ساختار هدینگ صفحات باید به درستی کار بکنه. مقوله سرعت سایت نکته بسیار مهمی هست. وقتی خیالمون از این موارد راحت شد و مطمئن شدیم که سایت شما در مورد تکنیکال به نحو احسن کار میکنه، سئو خارجی سایت شما رو شروع میکنیم. اما قبل از اون حتما ما چیدمان لینک سازی داخلی سایت شما رو بهینه کردیم. شما یه سری صفحات دارید که وجودش لازم نیست. این صفحات نباید توی گوگل ایندکس بشن. اون صفحات رو کنار میذاریم. صفحاتی که مهم هستن و برای فروش هستن رو بین صفحات دیگه حائز اهمیت میکنیم تا بتونن جایگاه بهتری بگیرن. وقتی همه موارد تو زمینه سئو تکنیکال و سئو داخلی به نحو احسن کار کرد، میریم سراغ سئو خارجی. قطعاً توی این مرحله شما با کلمه‌های خودتون یک رتبه و جایگاه خوبی گرفتید. شاید تو صفحه دوم یا حتی صفحه اول قرار گرفته باشید. اما برای اینکه بیاید جزء لینک‌های اول نیازه که سئو خارجی هم انجام بشه. چرا سئو خارجی رو از اول شروع نکردیم؟ سئو خارجی برای مجموعه ها هزینه داره و ما نمیخوایم که کارفرمای ما تو مرحله اول هزینه هایی داشته باشه که براش سربار اضافه باشه. چرا؟ چون وقتی سئو داخلی و سئو تکنیکال شما درست نباشه، بودجه سئو خارجی شما تلف میشه یا به درستی کار به شما نمیده. اما وقتی این دوتا مورد درست باشن و کمپین های درستی تو سئو خارجی بسته بشه، کمپین های با بالاترین پرفورمنس و پایین ترین هزینه میتونه برای شما مفید واقع بشه. پس سئو خارجی شما رو ما با این نگرش پیش میبریم. بعد از همه این موارد نگرشی وجود داره که سئو برای مجموعه ها هزینه زیادی داره و ما همین رو میدونیم. پس در نتیجه ما پرداخت های مجموعه شما رو به صورت پلکانی تنظیم میکنیم که توی این مباحث پلکانی هم نگرش و اعتمادی از جانب شما به ما صورت بگیره، هم سربار فشار اضافی مالی رو مجموعه شما نباشه. اگر سوالی دارید میتونید با شماره‌ای که توی صفحه میبینید تماس بگیرید تا کارشناسان مجموعه استاد سئو شما رو راهنمایی کنند. علاوه بر اون میتونید به سایت استاد سئو مراجعه کنید و با راه‌های تماسی که توی تمام صفحات وجود دارن با مجموعه ما ارتباط بگیرید. خوشحال میشیم که توی مسیر پیشرفت کنار شما باشیم.